أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ایرو صحبت ما سر امه چاوا عبدیتیا خدا کین جل جلاله، ام خدای خوا ناز بکین، ام ایرو خدای خوا ناز ناکین جبر هند حال حرکت ما، گریار ما، فعلیات ما نعیش مسلمانه افتشتوها نای قبیل کردن. اگر مگو ام مسلمانین گرک ام وی دین اسلام چاوا خود تعالی امر ما کریه، گرک ام ولی بین، ام خواه راست کین، ام درست بین، ام نفر کر بین، ام خبرها نبیشین، ام تشتی نباش نکین. انسان مسلمان دبی خلق وکنوی هش مسلماناتیه بکن. ایرو خلفت کن ما جدین داد کمن، شری داد کمن. چمو ام بینه حاشا مسلمان فایزجی، مسلمان دست، مسلمان زناکر، مسلمان خمارجی، مسلمان دلاورجی افتشتاها نای قبیل کردن. برای من اگر تگو ام مسلمانم گرکت وی چا امریتاتی کن تو ولی بی ام خدای خواناست تا کش بر هنده حال ما اوه وی شیخ عبدالقادر گرانی قدیس سیره گوتی خودش راضی بتن بیجد اره یه بیجد لا اله الا الله یه خلاص بتن اما کیک اله حاشا ایرو هنش ما شخواره پرکی نه اله هنو جن کری نه اله هنو ظلام کری نه اله هنو جی هن انسان شخواره کری نه سروک کری نه اله خواه تنکل نوا کلمه بشی سره وا چما تبیجی خلطا ظلمت که ویتش توی نباشه یه خواهی سروچا ویتا تبیجی بابا نه همه گوتیا خوده هو گوتیا خوده قبیل ناک حاشا قرآن ردت کتن حدیث ردت کتن چنگو دا آویت یا سره بی چنگو دا خلطی یا سره بی گوتی اگه افتشتها نعیشه مسلمان ها دبی مواج با گوتنه خواه بتن افتشتها ته گوتین که حتی هم ویدت بیشین نخوا ام مسلمان خوده چه گوته بش مرا قبیله پیغمبر صلی الله علیه و آله چه گوته بش مرا قبیله حاشا ام در کویم جعده ای که خبر رو بده خدا حاشا ام دینا کی ام سر خواه نفس کین هیچ کو مسح نکری لی ای که خبر رو بده سر و 20 بگره دانمه افتشتها نعیشه مسلمان ها نخوا دبم پیش خدای خواه راست بکین اگر من خدا راست کرد به حال من هم بی وی بیرگی که روش گشه نگک سر زیارتی اردگری گریه ولید کتن نعیشه مسلماناتی ها یعنی اسلام ده اف گریه هد نینتن زورو که کیا وی مریا گریه که عجیب کتن یعنی یه ببینیم که چه قومیه گریه ولی عجیب خواست پاراتی نتن تیده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیسر سات کنتن بشه ویشنگه بشه نگری صبر بکه خود تعالی حشوات کتن او صبر بکتن افشنگو هد بیشتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج کن نه آخبه نه ایشه تا حاشای پیغمبر بشتن تا حال من نزانی اگر تا حال من زانه با دهونت گو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبرت که بد که و چطور شده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت که صحابی گلویده بشه و جنگه بشه متزانی او کیه ولی گوته بشه نه من ازانی بشه او رسول خود محمد صلی الله علیه و سلم بشه او بی ولی گوتی تا صبر بکه جنگ راز بسر خواه قباحتك مازن كريا دزانت لد چه دریه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی ولی دریه فت کد بشه یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم بشه من تناس نکری اگر من تناس کرده با ما افجابا ها نداده اگه نقطه چیه ناس نکرد اگر ناس کرده با ولی جاب ندا اگر من خدای خواه ناس کرده با اینو خلقه تفجی کرده با ما و پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ما دینت کرد ما صبر کرده با بله ایرو هندش بینا پوت ما بینا طاغوت ما ام نکارین صبر بکین اما ها ناچه بتن دبم صبر بکین بجه لا اکراه فی دینی ده اره زورلمانی نتن نکاره که تنگ بکی دینی ده بو چینی نه بو کافرینی نتن بو یا مشرکی نتن اما بو مسلمانی های زورلما چوا از برایت مسلمانم از مجبورم بجه تخواه راست که برای من مسلمان از مجبورم بجه تخواه حال حرکت نعیشه مسلمان آیا نخواه بوی مسلمان تذکاری بیشیه تذکاری قنجیای بخوازی افتشتاها مروف خدا ناس نکتن مروف به امریا خدا بکتن مروف خواشان انسانش خواره بکتن پود اوها نای قبیل کردن دبه امزی
خواه راست بکین وی خود تعالی امر مکری چون خود تعالی جل جلاله بو پیغمبر صلی الله علیه و قرآن داده بیجد خواه راست که وی چاوال تهاتی امر کرن بیجه وای دور پشت خوشی بلا خواه راست بکتن او این توبه کرین بلا اوشی خواه راست بکن نمکی دبه امشی خواه راست بکن او آیات بو مشی نازل بیا امه خواه راست کن وی خود چاو امر مکریه ایرو هن رابن بیجن هوا بابا جبو خود افدواتن هوا نعیش مسلمانانا اف ورگرتن هوا نعیش مسلمانانا اف آخبتن هوا نعیش مسلمانانا یعنی اف حال حرکت هوا عیشه و تجارت هوا نعیش مسلمانانا بلا ام جلسه یخوان را کم بشت چی تو چطورش که آتفید بشیم گره کم قبیل بکین ام تسلیم دین اسلام ببین و صحابی ها رضی الله عنه جاره پیغمبر صلی الله علیه و آله هگیش وارد گود آیات داشتید گو مسح کرد ما باور به هیا انشالله به ایتو عجیت کرد ام چه قراستو درستین آره هم بشه ام مسلمانی ام چه قراستین دبم قراست